درود و وقت بخیر میگم. در این سه شنبه 17 بهمن ماه 1402 با کیوسکی دیگر از تلویزیون آریان همراه شما هستیم. به روال روزهای گذشته ابتدا نگاهی میاندازیم به سطیت چند روزنامه چاپ امروز صبح تهران. طبقات ضعیف قربانی طرحهای غیر کارشناسی عنوان گزارش روزنامه تجارت است که در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی اثرات محدودیت‌های جدید در تراکنش‌های بانکی را بررسی کرده است. روزنامه اقتصاد ملی: حاتم بخشی به خودروسازان از جیب مردم. شورای پول و اعتبارات با وام 15,000 میلیارد تومانی دو خودروساز موافقت کرد. از ادعا تا واقعیت گزارش امروز روزنامه اسکناس است از تأثیر اقساط خودروها در رفع ناترازی بنزین. روزنامه کار و کارگر در مطلبی با عنوان شیرینی، شکر و چای تا 46% گران شدن نوشته تورم 16 قلم خوراکی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری است. روزنامه مردم سالاری هشدار کارشناسان در خصوص گسترش بیماری سرطان را بررسی کرد. سونامی سرطان در ایران. طبقات ضعیف قربانی طرحهای غیر کارشناسی عنوان گزارش روزنامه تجارت است که در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی اثرات محدودیت‌های جدید در تراکنش‌های بانکی را بررسی کرده است. به دنبال صدور دستور محدود شدن سقف کارت به کارت ماهانه به 200 تراکنش و سقف ارزش مالی 1 میلیارد تومان، نگرانی‌هایی در بین فعالان اقتصادی به ویژه بنگاه‌های خرد و کسبکاران ایجاد کرده که به گفته کارشناسان دلیل اصلی آن کاهش جریان نقدینگی در جامعه و نزولی شدن نرخ تورم و همچنین رصد بهتر برای اجرای سیاست‌های سختگیرانه مالیاتی است. اما قطعاً پیامدهای نامطلوبی را نیز به دنبال خواهد داشت که علاوه بر کاسبان خود دولت نیز یکی از متضرران اصلی آن خواهد بود. تجارت نیوز به نقل از اقتصاددانان و کارشناسان نوشته تغییر سقف کارت به کارت ماهانه ایجاد شفافیت مالی که هدف اصلی دولت از اجرای این دستور است حاصل نخواهد شد، بلکه با رونق اقتصادی زیرزمینی فرصتی برای رو آوردن مجدد کاسبان به تبادل اسکناس و ایجاد مشاغلی کاذب برای فروش اسکناس با چندین درصد هزینه اضافه و غیره، البته تشدید فرارهای مالیاتی هم ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر همچنین رانت‌هایی برای استفاده از کارت‌های بانکی دیگر و فسادهای حاشیه‌ای در این زمینه در ایران ایجاد خواهد شد. بر اساس این گزارش خروج نقدینگی یکی دیگر از تبعات اجرای این طرح خواهد بود که حتی شاید نرخ بهره 30% نیز نتواند مانع از خروج سپرده‌های بانکی شود و به این ترتیب هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای خارج کردن پول‌های خود شدت خواهد یافت تا حدی که حتی افزایش نرخ بهره بانکی نیز راهگشا نباشد و بانک‌ها بیش از پیش دچار ناترازی شود. مرتضی آفاقی کارشناس اقتصادی در این باره به تجارت گفت دولت به منظور جبران کسری بودجه به راه‌های روی آورده است که در نهایت مجبور به طراحی راهکاری غیر کارشناسی می شود. طرح محدودیت کارت به کارت نیز از جمله این طرح است که مسئولان به شکل تک‌بعدی و دفعی اعلام و اجرا می کنند، اما خیلی زود متوجه می شوند که با اجرای چنین رویکردی نه تنها به هدف مورد نظر خود که ممانعت از فرار مالیاتی است نمی‌رسند، بلکه باید هزینه بیشتری را متحمل شوند تا بتوانند ضرر و زیان‌های ناشی از آن را جبران کنند. از ادعا تا واقعیت گزارش امروز روزنامه اسکناس است از تأثیرات اقساط خودروها در رفع ناترازی بنزین در ایران. در حالی که معاون وزیر نفت مدعی شد که با اسقاط خودروها میتوان مصرف بنزین را روزانه بین 40 تا 50 میلیون لیتر در روز کاهش داد که در واقعیت توان اسقاط خودروها برای حل ناترازی بنزین کمتر از 2 میلیون لیتر در روز است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اعلام کرد که تراز بنزین در سال جاری به میزان روزانه 10 میلیون لیتر منفی شده، یعنی مصرف 10 میلیون لیتر در روز بیش از تولید شده است. همچنین طبق برآوردهای معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، با روند فعلی تقاضا برای بنزین در افق 1402 به بیش از 22 میلیون لیتر خواهد رسید که این عدد 2 برابر تولید فعلی بنزین در ایران خواهد بود. اما راهکار حل مسئله ناترازی بنزین چیست؟ بحرانی که در صورت درمان نشدن میتواند تجربه تلخ آبان 98 را در ایران تکرار کند. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش جلیل سالاری عنوان کرده که با از رده خارج شدن 3.5 میلیون خودروی فرسوده میتوان مصرف بنزین را 40 تا 50 میلیون لیتر در روز کاهش داد. البته به نظر می رسد این گزاره توسط معاون وزیر نفت کمی اغراق‌آمیز مطرح شده باشد، زیرا طبق آمار انجمن اسقاط خودرو در ایران حدود 14 میلیون وسیله نقلیه فرسوده وجود دارد که با از رده خارج کردن آنها روزانه 33 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می شود. حتی اگر اصل مدیریت پارتو را مبنا قرار دهیم، احتمالاً بتوان با از رده خارج کردن حدود 2.8 میلیون خودروی مستهلک‌تر به میزان 26 میلیون لیتر در روز در مصرف سوخت صرفه‌جویی کرد که باز هم فقط معادل نیمی از برآوردهای مدیر عامل شرکت پالایش و پخش می باشد. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد اسقاط در سال گذشته حدود 25000 خودرو بوده است. بدین ترتیب می توان 3 سناریوی خوشبینانه واقعی استاندارد را برای تعداد اسقاط خودروها در سال گذشته به صورت میانگین 150,000 خودرو را تعریف کرد. روزنامه کار و کارگر هم در مطلبی با عنوان شیرینی، شکر و چای تا 46% گران شدن نوشته تورم 16 قلم خوراکی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهر است. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره درصد تغییر متوسط قیمت دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که از 35 قلم کالای خوراکی 16 قلم درصد تورم بیشتری نسبت به نرخ تورم نقطه‌ای شهری را تجربه کردند. نرخ تورم نقطه‌ای مناطق شهری در این ماه 42.2% اعلام شد. ضمن اینکه تغییر قیمت متوسط شیرینی، شکر و چای خارجی بسته‌ای به ترتیب 42.8 و 44.2 و 46% بوده است. همچنین مغز بادام، فلفل دلمه‌ای، پسته، نوشابه، گازدار، مرغ ماشینی و هندوانه تورمی بین 46 تا 65.5% را تجربه کردند. گوشت گوسفند با تورم 127.6% رکورددار تورم در ارقام خوراکی است. گرانی گوشت قرمز و سفید باعث شده که بسیاری از مردم توان خرید این مواد خوراکی را از دست داده و با جایگزینی مواد دیگری برای تامین پروتئین از جمله حبوبات روی آورد. اما با این وجود گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در دی ماه امسال افزایش نرخ محصولات جالیزی با 107.7% نسبت به دی ماه سال قبل احتمال پرکشیدن این محصولات از سفره مردم را نیز تقویت کرده است. تجارت نیوز هم به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشته قدرت خرید کارگران و کارمندان در سال 1403 کمتر از 40% در سال 1996 خواهد بود. سهراب دلانگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، در یادداشتی نوشته امسال هم مانده 5 سال گذشته نرخ رشد دستمزدها در بخش‌های کارگری و کارمندی بسیار کوچکتر از نرخ تورم تعیین شد. این اتفاق خسارت بزرگی را از طریق توزیع نابرابرتر درآمد بین کارگر و کارفرما و دولت و کارکنان به وجود آورده است. بنابراین قدرت خرید کارگران و کارمندان حقوق بگیر در سال 1403 کمتر از 40% نسبت به سال 1396 خواهد بود. به گفته سهراب دلانگیزان، کاهش شدید و مداوم قدرت خرید حقوق بگیران می‌تواند خسارت‌های بزرگی بر سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، مشارکت پذیری و مسئولیت پذیری اجتماعی، بهره‌وری نیروی کار، نرخ مهارت آموزی و بازآموزی نیروی کار، قابلیت نگهداشت نیروی متخصص و حتی ماهر و نیز کفایت تقاضای مؤثر در ایران وارد آورد. اثری به مراتب بزرگتر از سوء تغذیه کودکان ناشی از فقر و کوچکسازی شدید سبد و سفره خانوارهای حقوق بگیر
بر پیکری اقتصاد، جامعه و فرهنگ ایران به وجود خواهد آمد. کاهش شدید قدرت خرید حقوق ایران در مقایسه با افزایش چند برابری بودجه نهایی چون صدا و سیما نشان دهنده چیست؟ بودجه های غیر مولد را باید حذف کرد. این در حالی است که منفعت برندگان بودجه های غیر مولد دارای قدرت چانه‌زنی سیاسی جدی هستند، ولی کارمندان متاسفانه هیچ جایگاهی در لابی های چانه‌زنی ندارند. دلانگیزان از سیاست‌های اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس انتقاد می‌کند و می‌افزاید نمایندگانی نیست که به نمایندگی مردم انتخاب می‌شوند، عملاً وکیل دولت هستند و حق کارکنان و مردم را به دولت منتقل می‌کنند. آیا از سیاست‌های غلط خود درس نگرفتید؟ آیا می‌دانید که حقوق و قدرت خرید کارکنان دولت حق الناس است؟ این حق الناس را دارید، به چه کسی منتقل می‌کنید؟ شورای تعیین دستمزد کارگران چگونه می‌تواند از نگاه علمی و کارشناسی رفتار خود را توجیه کند؟ کدام مدل علمی رفتار شما را پشتیبانی می‌کند؟ روزنامه پیام ما به نقل از معاون وزیر آموزش و پرورش از نشانه فقر آموزشی از دوره پیش دبستانی در ایران نوشت. روزنامه پیام ما میان اظهارات مجتبی همتی‌فر رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودکان و معصومه پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران در مورد آموزش ابتدایی در ایران مقایسه کرده و به فقر آموزشی از دوره پیش دبستانی اشاره کرده است. مجتبی همتی‌فر روز یکشنبه هفته جاری در دیدار با جمعی از فعالان حوزه کودک در استانداری خوزستان ضمن اذعان به مشکلات در بخش آموزشی پیش دبستانی مدعی تلاش‌های مسئولان آموزشی در این خصوص شد و گفت برای کاهش نرخ تکرار پایه‌ای باید مقوله کودکستان‌ها در اولویت باشد. معصومه نجفی پازوکی هم سال گذشته گفته بود نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی 3% و در پایه اول ابتدایی 10% است. اوضاع روستایی‌ها نسبت به شهری‌ها بدتر و نرخ ترک تحصیل هم در اول ابتدایی در روستاها حادتر است. این در حالی است که در آخرین آمار رسمی درباره عوامل مؤثر بر فقر آموزشی در ایران که از سوی معاونت رفاه اجتماعی در سال 1400 منتشر شده بود، 6% دانش آموزان پایه چهارم بر اساس آخرین نتایج سنجش آموزش بین‌المللی تمیز در سال 2019 هیچ فعالیت مرتبط با سوادآموزی پیش از دبستان را تجربه نکردند. این عدد که مرتبط به شاخص فعالیت عددی یا سوادآموزی پیش از دبستان است، در سطح بین المللی برابر با 3% و نصف ایران است. به این معنی که فعالیت سوادآموزی در ایران در مقابل متوسط بین المللی بسیار ضعیف‌تر است. شب گذشته نیروهای امنیتی ایران شماری از روزنامه‌نگاران دنیای اقتصاد را در دفتر این روزنامه حبس کردند و خانواده روزنامه‌نگاران در مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند. غروب دیروز در پی انتشار گزارش‌هایی از توقیف و بازداشت خبرنگاران رسانه‌ای فردای اقتصاد در تهران، گروهی از خانواده‌ها در مقابل ساختمان این رسانه در نزدیکی میدان آرژانتین تهران تجمع کردند. مشخص نیست کدام نهاد به این اقدام دست زد، اما خبرنگار این روزنامه از ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه به تماس‌هایی با تلفن‌های همراه خود پاسخ ندادند و بر اساس گزارش‌های منتشر شده تا حوالی ساعت 3 بامداد سه‌شنبه به وقت تهران خبرنگاران این رسانه قادر به خروج از محل کار خود نبودند. زینب رحیمی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کارکنان این رسانه در محل کارشان توقیف شدند و در تماس از محل کار خود به خانواده خبر دادند که گوشی‌های تلفن همراهشان توقیف شده است. خانواده خبرنگاران بازداشتی از همان ساعات اولیه انتشار این خبر به دفتر تحریری این روزنامه مراجعه کرده و متوجه توقیف تلفن همراه وسایل خبرنگاران روزنامه شدند. شبکه شرق صبح امروز نوشت بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعضای تحریری خبرنگاران نشریه فردای اقتصاد به مدت چندین ساعت توسط افراد منتسب به نهادهای امنیتی ایران در محل کارشان حبس شدند. هنوز مشخص نیست نیروهایی که اقدام به این کار کردند از طرف کدام نهاد بودند. با گذشت چندین ساعت هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست که بدانیم وضعیت افراد و اعضای تحریری فردای اقتصاد هم چگونه است.
در ادامه فشار بر دانشگاهیان در ایران، یک استاد جامعه شناسی دانشگاه بهشتی تهران اخراج شد. احمد شکرچی، استاد جامعه شناس دانشگاه بهشتی در تهران، در شبکه اجتماعی اینستاگرام تصویری از نامه‌ای به امضای علیرضا فخاری زاور، دبیر هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه بهشتی به مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه را منتشر کرده که در آن بدون هیچ توضیحی گفته شده که قرارداد این استاد دانشگاه روز اول اسفند سال جاری خاتمه می‌یابد. رسانه‌های دانشجویی از جمله کانال تلگرامی دانشجویان متحد و همچنین چهره‌های دانشگاهی از این اقدام به عنوان اخراج احمد شکرچی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بهشتی یاد کردند. فشارها بر استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان ایران از اعتراضات سال گذشته که به زندگی آزادی موسوم است به شدت افزایش یافته است و به طوری که ماه‌های اخیر ده‌ها استاد دانشگاه به دلیل حمایت از دانشجویان معترض و جنبش انقلابی خلق‌ها از عضویت در هیئت علمی دانشگاه تعلیق یا اخراج شدند. همچنین دانشجویان نیز بیش از پیش با صدور احکام حبس، تعلیق موقت از تحصیل و همچنین اخراج از دانشگاه مواجه شدند. ادامه کیوسک. روزنامه نیوزگور پولیتیکا عنوان اصلی خود را به سالگرد زلزله مهیب مرعش در 6 فوریه 2022 اختصاص داده که ده‌ها هزار قربانی بر جای گذاشت. این مطلب به وضعیت زلزله زدگان اشاره می‌کند که یک سال پس از این واقعه هنوز زیر آوار مانده‌اند. نیوزگور پولیتیکا اظهارات برخی از قربانیان را پوشش داده که همچنان در وضعیتی سخت به سر میبرند. یک عنوان دیگر روزنامه به حمله گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران به یک مرکز آموزشی نیروهای سوریه دموکراتیک در میدان نفتی العمر در شرق دیر زور اختصاص یافته است. در این حمله که دوشنبه شب از مناطق تحت کنترل رژیم سوریه در کرانه غربی رود فرات انجام شد، 6 مبارز قسده جان خود را از دست دادند. قسده اعلام کرد که حق پاسخدهی نظامی مشروع را برای خود محفوظ می‌داند و در زمان و مکان مناسب جواب آن را خواهد داد. آزادی کووان عیدو خورتو، زن ایزدی از اسیر داعش در اردوگاه الهول، راهپیمای آزادی برای اوجلان در شمال کردستان، فراخوان جنبش زنان کرد برای گردهمایی 17 فوریه در کلن آلمان و انتشار ویدیوی عملیات 3 فوریه گریله‌های کردستان در متینا که منجر به کشته و زخمی شدن 5 نظامی اشغالگر ترکیه شد، برخی دیگر از موضوعات روزنامه هستند. صلاح الدین اردم، نویسنده روزنامه نیوزگور پولیتیکا، در مطلبی با اشاره به اعتراضات فراگیر برای آزادی فیزیکی رهبرها در عین حال عملیات‌های انقلابی کوبندی گریه‌های کردستان نوشته است. 3 عملیات انقلابی انجام شده توسط گریلاهای آزادی کردستان که سالها توسط اردوغان و دوستانش تمام شده اعلام می‌شدند، در اواخر نوامبر دسامبر و اواسط ژانویه ناگهان کل دستور کار را مشخص کرد. برای اولین بار بود که موضوع چرایی حضور ارتش ترکیه در خارج از مرزهای جمهوری ترکیه، یعنی در زاپ و اطراف آن، با صدای بلند مورد بحث در جامعه ترکیه قرار گرفت، زیرا انبوه فاشیست‌های مهاجم سنگین‌ترین ضربه‌ها را در تاریخ خود متحمل شده بودند. گریلا در نیمه زمستان ضربات کوبنده‌ای به دشمنان وارد کرد. آنهایی که می‌گفتند شرایط برای ارتش ترکیه بسیار دشوار است، به قدرت گریلا که بر همه سختی‌ها غلبه کرده است هم اذعان داشتند. بیشک عملکرد گریلا که زیر برف و در سرمای نیم‌های زمستان با موفقیت فراوان انجام می‌شوند و نمی‌توان که ساده گرفت، زیرا این وضعیت قدرت گریلا و توانایی آن در تجدید و بهبود خود را آشکار کرد. گریلای آزادی کردستان برای دستیابی به چنین قدرت ضربتی 15 تا 20 سال خود را آماده کرده بود. بیشترین صبر و اراده را از خود نشان داد، با عزم و ایمان زیادی کار کرد و تا به آخر قاطعانه پیگیر و سرسخت بود و در نهایت به قدرتی که هدفش بود دست یافت و توانست حرکات جنگی انقلابی انجام دهد.
این واقعیت را بایستی که دوست و دشمن به درستی درک می‌کردند. از سوی مرحله دوم کارزار جهانی آزادی رهبر آپو ادامه دارد. اکنون فوریه است و در همه جا اعتراضات علیه 25مین سالگرد توطئه بین‌المللی 15 فوریه سازماندهی می شود. راهپیمایی‌های طولانی مدت در اروپا آغاز شده و از هر طرف ادامه دارد. همچنین راهپیمایی 15 روزه در شمال کردستان باکور آغاز شده. مردم روژاوای کردستان و شمال شرق سوریه تقریبا هر روز سر پا هستند و برای آزادی فیزیکی رهبر آپو تظاهرات می کنند. بدون شک در سایر نقاط کردستان و سراسر جهان اعتراضات دیگری هم صورت خواهند گرفت. اعتصاب غذای انقلابیون در زندانهای ترکیه که بیش از 2 ماه به طول انجام میده به تدریج گسترده تر و موثرتر می شود. اوج این اعتراضات در گردهمایی 17 فوریه در کلن آلمان خواهد بود. همانطور که در آغاز فوریه 2006 ویان سوران، یکی از اعضای کمیته بازسازی پکک توطئه بین‌المللی و سیستم انزوا، شکنجه و نسل‌کشی امرالی را با گفتن دیگر نمی‌خواهیم با سیستم امرالی زندگی کنیم کاملا رد کرد. اکنون خلق کرد بشریت دموکراتیک در 25مین سالگرد توطئه همان کار را می‌کنند و آزادی فیزیکی رهبر آپو را می‌خواهند. پس از 15 فوریه 8 مارس روز جهانی زن و نوروز در راهند. سپس 31 مارس مورد انتخابات شهرداری ها در ترکیه، 4 آوریل زاد روز رهبر آپو و 1 می روز جهانی کارگر. روشن است که دوره بهار از نظر اعمال آزادی بسیار پربار است. بیشک مردم کرد و دوستانشان که جنبش جهانی شکل دادند با امید و قاطعیت بیشتری وارد سال 2024 شدند و از امکانات و فرصت‌ها به درستی استفاده خواهند کرد. از این حیث به نظر می رسد که بهار 2024 بیش از هر زمان دیگری بهار کردی خواهد بود. نوروز 2636 همانند نوروز اول بار دیگر کردستان و جهان را روشن خواهد کرد، در حالی که زمین خانه مشترک ما هر روز توسط نیروهای حاکم و حکومت‌ها به سمت تهی شدن بیشتر سوق داده می شود. به نظر می رسد این واقعیت که یک جهان آزاد نوین امکان پذیر است زنده می شود. ولی بینندگان گرامی، دیروز نیروهای نیابتی ایران و نیروهای کشور سوریه حملاتی به منطقه دیر زور که نیروهای سوریه دموکراتیک در آنجا مستقر انجام دادند. برای جزئیات بیشتر در این رابطه آقای کماس شهبازی روزنامه‌نگار از طریق اسکایپ همراه ما هستند. آقای شهبازی، خوش آمد میگم به شما که تغییرات و تحولات منطقه شمال شرق سوریه و روژای کردستان را دنبال میکنید. این حمله دیروز جزئیات چه بیشتری دارد و خسارتش چقدر بوده؟ بله، همونطور که در گزارشات هم اعلام شد، بعد از اینکه نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کردند که از سوی گروه‌های یعنی نیروهاشون در یک پایگاه آموزشی مورد اصابت حمله پهپادی قرار گرفتن، که بعداً اعلام شد که 6 تن از اعضای این نیروها جانشون رو از دست دادن. بعد از این حملات که انجام شد، نیروهای سوریه دموکراتیک و سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک فرهاد شامی در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که این حملات از طرف گروه‌های نیابتی رژیم ایران انجام شده و ما حق پاسخگویی را برای خود محفوظ می‌داریم و در زمان مشخص و در مکان مشخص قطعاً پاسخ این حملات و این تجاوزات را خواهیم داد. یعنی بعد از این حملات که انجام شد، همزمان میتونم بگم بعد از این حمله که انجام شد و اون تلفاتی را هم که داشته، ما می‌بینیم که امروز هم خودمدیریتی روژاوا شمال شرق سوریه اونها هم در یک بیانیه این حملات رو محکوم کردند و به نوعی این تجاوزات کشورهای ترکیه و ایران و گروه‌های نیابتیشون رو به خاک سوریه و به خاک روژاوا رو محکوم کردند. این واقعیتی هستش که الان بعد از دیدار ابراهیم رئیسی و اردوغان در ترکیه و همچنین متعاقب آن نشست آستانه می‌بینیم این تبعات و میتونم که این برآیند
نشست سه جانبه آستانه است که می‌بینیم که بعد از این نشست حملات به شمال و شرق سوریه به روژاوا بسیار گسترده‌تر شده است. ما در روزنامه‌های ایران رو که مشاهده می‌کنیم چه ما تا چند گزارش مفصل از به نوعی گزارشات خصمانه از شمال شرق سوریه به نوعی انتشار داده میشه، علل خصوص روزنامه‌های وابسته به سپاه پاسداران که سعی در به نوعی فرافکنی دارند و گزارشاتی مبنی بر اینکه نیروهای سوریه دموکراتیک کودکان 10 تا 15 سال را در جبهه‌های جنگ و به عنوان سرباز به کار می‌برند، یا خود نیروهای سوریه دموکراتیک روستاهای عرب نشین و به نوعی اشایر دیگر رو مورد ظلم قرار میدن و به نوعی میخوان مشروعیتی به این حملات یا خود به نوعی این آشوب‌ها که در منطقه است بیشتر اون بارز بکنن. بله آقای شعبازی، شما به روزنامه‌ها و رسانه‌های ایرانی اشاره کردید با توجه به اینکه در بیانیه‌های نیروهای سوریه دموکراتیک و خودمدیره شمال و شرق سوریه مشخص کردند که نیروهای نیابتی ایرانی حملات را انجام دادند. واکنش مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در این رابطه چه بوده است؟ ببینید میدیاهای ایران یا روزنامه‌های ایران حملات رو به نوعی گروه مقاومت اسلامی عراق معرفی کرده و خودش رو از این قضیه به نوعی دور کرده و سعی داره که بگه نیروهای بومی منطقه دارن بر ضد نیروهای آمریکایی یا خود به نوعی بر ضد نیروهای سوریه دموکراتیک و چیز به نوعی حملات رو انجام میدن. ولی این یک واقعیتی هستش. الان این همپیمانی فاشیسم که در منطقه شکل گرفته و دولت‌های ترکیه و ایران سعی دارند با استفاده از گروه‌های نیابتی خودشون در حماس، در عراق، در سوریه، در کل منطقه، در یمن به نوعی میخوان تمام فشارهای خودشون رو برای به نوعی بیرون راندن آمریکا از منطقه و از خاورمیانه به نوعی به کار بگیرن. یا این واقعیتی هستش که الان امروز در سوریه و اون چیزی که در سوریه میگذره، یعنی دولت رژیم بشار اسد هیچ انسیاتیو یا خب میگم هیچ کنترلی بر خاک سوریه نداره. از نه آسمان نه زمین در اختیار دولت سوریه نیست و همه در اختیار دولت روسیه و رژیم ایران هستش. و ما میبینیم الان همزمان در این حملات که داره انجام میشه در شیخ مسعود دو محله بسیار بزرگ که عمدتاً کردنشین هستن و بیش از 200,000 نفر جمعیت در اون ساکن هستند در یک محاصره کامل اقتصادی قرار داده و به نوعی در یک فشار بسیار بزرگی قرار داده و رژیم میخواد به هر شیوهی هستش این مناطق رو به نوعی به کنترل خودش در بیاره و این نشون میده که این بعد از نشست آستانه که الان عمدتاً روسیه، ایران و ترکیه بر سوریه و عراق دارن حکمرانی میکنن و ما نمیتونیم بگیم که ایران رژیم سوریه یا رژیم دولت عراق اونها هم دخیل هستن، چون واقعا اونها خودشون هم هیچ کنترلی بر این اوضاع ندارن و اونها از طرف دولت‌های ایران و ترکیه دارن اداره میشن. بله، با تشکر از شما جناب آقای کوماس شعبازی روزنامه‌نگار که در کیوسک امروز شرکت کردید. درود. یک زن ایزدی که از دست داعش آزاد شد سرگذشت خود را در این سالها بیان کرد. روز یکشنبه یگانهای مدافع زنان در جریان عملیات بشردوستانه در اردوگاه الهول محل نگهداری بستگان داعش در جنوب حسکه در روژاوا یک زن ایزدی که 10 سال پیش توسط داعش ربوده شده بود را شناسایی کردند و نجات دادند. این زن جوان ایزدی 24 سالی که کووان ایدو خورتو نام دارد و صاحب 2 فرزند شده است، اهل روستای حردان در شنگال در جنوب کردستان است. او در 3 آگوست 2014 در زمان هجوم داعش به شنگال به همراه خانواده‌اش متشکل از پدر، مادر، 4 خواهر و سایر اهالی روستا ربوده شد. کووان که آن زمان 14 ساله بود را به منطقه‌ای نزدیک مرز سوریه بردند و در یک مدرسه نگه داشتند. پس از گذشت 9 روز مزدوران داعش کودکان و زنان جوان را از خانواده‌هایشان جدا کردند. کووان و تعدادی دیگر از زنان جوان به مناطق مختلف عراق از جمله موصل و تل عفر منتقل شدند. او میگوید یک مزدور داعشی در تل عفر او را مورد تجاوز قرار داد و سپس به مزدور دیگری تحویل داد که او را به موصل برد. پس از موصل 2 مزدور دیگر به نامهای ابو دنیا و ابو عبد کووان را به استان صلاح الدین منتقل کردند. کووان میگوید پس از آن به دستور یکی از سرکردگان داعش معروف به ابو جعفر او را به فلوجه بردند. او در آنجا مورد تجاوز، ضرب و شتم قرار گرفت. وقتی که کووان قصد داشت فرار کند دستگیر شد و با دستبند مورد شکنجه و آزار قرار گرفت.
2 سال پس از آن ابو جعفر کوان را به مزدور دیگری به نام ابو رضوان سپرد و او نیز او را به عقد مزدور دیگری به نام ابو حذیفه درآورد. فاجعه زندگی کوان که کودکی قربانی بود به عراق ختم نشد. او را به شهر البو کمال سوریه بردند. روایت زندگی کوان مانند تمامی زنان و کودکان اسیر دست گروه وحشی داعش دردناک است. با آغاز عملیات آزادسازی دیر زور، کوان که کودکی زبان مادری خود را تحت فشارها به کلی فراموش کرده بود، به عنوان یکی از بستگان داعش به اردوگاه الهول منتقل شد. کوان که دختری ایزدی بود میگوید که آنها را تهدید میکردند که اگر اسلام را نپذیرند به عنوان کافر کشته میشود. در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون هویت خود را فاش نکرده بود، او میگوید میترسید چون در این باره مورد تهدید مزدوران داعش قرار گرفته بود. این زن ربوده شدی ایزدی با تشکر از یگانهای مدافع زنان به خاطر رهایی خود از دست مزدوران داعش از تمامی زنان ایزدی ربوده شده خواست تا هویت خود را فاش کنند و به خانواده های خود بازگردند تا از ظلم و ستم در امان بمانند. کوان که از سایر اعضای خانواده خود خبری ندارد امیدوار است که آنها زنده باشند و بتواند دوباره به زودی آنها را ببیند. نیروهای یپژ شماری از بستگان او را در شنگال یافتند. کوان موفق شد تلفنی آنها را ببیند و حرف بزند. شلونكم؟ ان شاء الله زينين. الحمد لله حالاتي قلت لكم ارتش آمریکا از منهدم کردن 2 پهپاد حوثی‌های یمن خبر داد. ارتش ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در اقدامی که دفاع از خود توصیف کردند 2 فروند پهپاد شورشیان حوثی در یمن را منهدم کردند. فرماندهی مرکز ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که این حمله حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت صنعا در مناطق تحت تصرف حوثی‌ها انجام گرفت. بر اساس این اطلاعیه نیروهای آمریکایی این پهپاد انفجاری حوثی‌ها را تهدیدی فوری علیه ناوهای ایالات متحده و همچنین کشتی‌های تجاری در منطقه دانسته بودند. ایالات متحده بامداد یکشنبه نیز در عملیات مشترکی حملات را علیه 36 هدف این گروه شبه نظامی انجام دادند. ارتش آمریکا به شکل جداگانه اعلام کرد که 5 فروند موشک کروز حوثی‌ها را در همین روز منهدم کرده است. از سوی دیگر یک مؤسسه امنیتی گفته که کشتی متعلق به یک شرکت انگلیسی در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفته است. گزارش شده که به این کشتی خسارات جزئی وارد شده. با این حال این کشتی همچنان به سفر خود ادامه می‌دهد. تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که شورشیان حوثی که کنترل بخش‌های زیادی از کشور یمن را در دست دارند اعلام کردند که کشتی‌هایی را که از دریای سرخ به مقصد اسرائیل در حال عبور از هدف حمله قرار خواهند داد. در این قسمت اسکیوس لوان محمدی از مرکز خبر آریان نگاهی می‌اندازد به عناوین خبر و گزارش‌های امروز. لوان خسته نباشید میگم، چه خبر؟ ممنون آرام. امروز در واقع بر اساس مشورت‌هایی که انجام گرفت خبرها بدین شهره که یک سری دیمن‌ها از یک سری تصاویر از مادران شهیدان انقلاب ژینژیان آزادی منتشر شده بر مزار فرزندانشان، از جمله مادر شهید عیسی بیگلری و همچنین تصاویری در رابطه با زادروز حنانه کیا شهید انقلاب ژینژیان آزادی و همچنین زادروز شهید محسن مظلوم زندانی سیاسی کردی که همراه 3 شهروند دیگر در قزلحصار کرج اعدام شدند. روزنامه خراسان در رابطه با آزمون استخدامی اخیری که برای آموزش و پرورش در ایران برگزار شده گفته که در واقع برای این آزمون 400 میلیارد تومان از داوطلبان هزینه دریافت شده. در رابطه با راهپیمایی آزادی برای رهبر آپو در شمال کردستان آخرین خبر، این راهپیمایی همچنان ادامه داره و ما آخرین خبرها رو در واقع بررسی خواهیم کرد در این رابطه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در رابطه با اعدام‌ها یک بیانیه داده و همچنین در رابطه با اعدام‌ها تصاویری در توسط کانال‌های در واقع تلگرامی و یا اینستاگرام در شرق کردستان منتشر شده در رابطه با 2 شهروندی که در واقع محکوم به اعدام بودند. این 2 شهروند در واقع توسط خانواده شاکی بخشیده شدند و حکم اعدام آنها لغو شده و در واقع این خبر توسط بسیاری از کاربران با واکنش‌های مثبتی مواجه بوده. تداوم فشارها بر زندانیان سیاسی و همچنین فعالین سیاسی و مدنی در ایران و شرق کردستان را بررسی خواهیم کرد. گفتگوی فؤاد بیریتان ریاست مشترک کدار با خبرگزاری فرات رو داریم که در واقع در این گفتگو کدار و پژاک را خط مقدم مبارزات آزادیخواهانه در شرق کردستان خوانده و همچنین در منتظر خواهیم ماند در رابطه با مقاومت گریلای کردستان که نیروی مدافع خلق اگه گزارشی در این رابطه منتشر کنه حتما اون رو پوشش خواهیم داد و آخرین خبرها را در رابطه با آتش سوزی های جنگل‌های شیلی رو بررسی خواهیم کرد که چند روز ادامه داره. گویا تلفات همچنین در واقع افزایش پیدا کرده. دیروز در واقع تلفات نزدیک 100 نفر بود و الان بیشتر از 100 نفر شده و در این رابطه حتما آخرین خبرها رو بررسی خواهیم کرد. ولی با تشکر از سلیمان محمدی از مرکز خبر آریان. بینندگان گرامی، بدین ترتیب پایان کیوسک امروز رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایین همراه ما بودید. بدرود.